سلام بچه‌ها، چطورید؟ محمد هستم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، جیبتون پر لفت و خندون. آقا میخوام بریم بررسی کنیم موتور انژکتور خوبه یا موتور کاربرات. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. دمتون گرم، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. آقا بریم سراغ این که ببینیم موتور انژکتور خوبه یا موتور کاربرات. ببینید بچه‌ها، موتورهای انژکتور مخصوصا این طرح هوندا نیاز به مراقبت بیشتری داره. شما اگه مثلا برای مثال بنزین نزنید بهش، مثلا بهش زیاد نرسید، بنزین نزنید بهش، احتمالش هست پمپتون بسوزه. یا مثلا شما اگه باتری نداشته باشین موتور که اصلا روشن نمیشه انژکتور باشه. بعضیا میگن موتور انژکتور با جایگزین باتری روشن میشه. اینا همه الکیه بچه. باتری باید حتما باشه. من خودم قبلا که موتور انژکتور داشتم، یعنی انژکتور بود موتورم، وسط راه داشتم میرفتم، یهو دیدم یه صدای خیلی بدی از اگزوز زد بیرون، دیدم موتور کامل خاموش شد. وایسادم کنار، سویچو باز و بسته کردم، باز که کردم دیدم اصلا اون صفحه دیجیتال نمیاد بالا، اون کیلومتر دیجیتال نمیاد بالا. برای چی؟ برای اینکه باتریش تموم شده بود. آقا باتریش تموم شده بود. و اینکه یه رفیقم داشتم من موتورش، بهش مثلا بنزین میزد، بنزینش یه بار خالی شد، اصلا دور مثلا نزدیک نبود پمپ بنزین یعنی نزدیک نبود که بره بزنه. پمپش سوخت بچه‌ها، باورش نسوخت، نیم سوز شد. یه جوری باز و بسته که میکرد صدا پمپ نمیومد، مثلا بعد چند بار باز و بسته میکردی یه دفعه صدا پمپ میومد، بعد قطع نمیشد. اصلا بچه‌ها انژکتور دردسر داره. من نسبت به تجربه خودم دارم بهتون میگم. و اینکه بچه‌ها من الان موتورمو 3 ماه کاربرات کردم، اصلا آخ نگفته. خب اصلا آخ نگفته. ببین شما تو کاربرات بنزین بریزی، فقط یه بنزین داشته باشه، بهتون برق میده، راه میره، هر کاری دلتون بخواد میکنه. ببین موتورهای 95 مدل 95 به بالا، مخصوصا این طرح هونداها، همشون دیگه انژکتور شده. خب انژکتور اصلا از اسمش مشخصه، انژکتور دیگه بگیرید چی میگم. موتور انژکتوری مخصوصا این طرح هوندا به نظر من نسبت به چیزی که تجربهشو دارم اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست. حالا نخوره بچه‌ها که انژکتور دارن، شاید برای اون اوکی بود، شاید برای شما فول انژکتوره. من موتورم اینطوری بود بچه‌ها، خراب شد، ای سی اوش سوخت بچه‌ها، برای من ای سی اوش سوخت. خب من ریسه وصل کردم، از اینا که زیر باک وصل میکنن نور میده خیلی قشنگ میشه، از اونها وصل کردم بچه‌ها، دیدم باتریم هم زود به زود تموم شد، هم دیدم یه دفعه ای سی اوم سوخت. کامپیوتر اصلی موتور انژکتور قیمت زدم چند میلیون؟ 7 میلیون تومان پول ای سی او. گفتم چرا 7 میلیون پول ای سی او بدم؟ 4505 شام میدم، میرم کاربرات میکنم، خیال خودم رو راحت میکنم. آقا رفتم خلاص کاربرات کردم، 3 ماه کاربرات، آخ نگفته این موتور. انژکتور بود، هر یه ماه موتور من که انژکتور بود هر یه ماه یه دونه باتری عوض می‌کردم. شاید باورتون نشه، به قرآن مجید. آخه میدونید منم مصرفم زیاد بود، هم سکن تو شهری وصل کرده بودم، هم ریسه وصل کرده بودم، هم چراغ عقبمو رنگی گذاشته بودم. اینا آره مصرف بیشتر بود. و اینکه بعدی انژکتورم اینه که آقا شما مثلا نمیتونی بهش وسایل اضافی برقی وصل کنی، مثلا مثل ریسه نمیتونی بهش وصل کنی، چراغای پر مصرف روش مثلا مثل هدلایت وصل کنی، باتریش تموم شه وسط راه باشی دیگه واویلا خدافظ میذارتت. ولی کاربرات اینطوری نیست. کاربرات اصلا باتری نداشته. من اصلا باتری الان ندارم، با هنده روشن کنم. باتری نداشته باش، یه شارژره. اونو تو گازو کم دیدین دیگه، همتون دیدید. گازو کم و زیاد می‌کنی، چراغ داشته باشی، نورش کم و زیاد میشه. باتری هم که بذاری دقیقاً ثابت نورش. ولی خب میخوام بگم کاربرات حرف نداره بچه. کاربرات بگیرین. اصلا اگه ناراضی بودین بیاد زیر این کامنت فوش بنویسید. کاربرات، فقط کاربرات. الان انژکتور رفیق من داشت، بنزینش گفتم بهتون دیگه، بنزین اصلا نزده بود، خیلی راحت چوسکی برداشت، پمپش سوخت. 70 میلیون پول موتور، پمپ بنزینش بیاد الکی هم دوری بسوزه. اصلا منطقی در نمیاد، اصلا منطقی نیست. خب میخوام خلاصش رو بهتون بگم بچه. کاربرات بگیرید بی دردسر. شده مدل 80 بگیرید، شده 80 که الان مدل 80 بخواید 120 من بگیرید 100 تومن بهت میفروشن. میدونی چرا؟ چون کلکسیونی موتور، ژاپنی موتور. آخ نگفته. ولی اگه کار کردهشو بخوای بخری مثلا مدل 80 ارزون واسه در میاد، مثلا 15 تومن در میاد، 20 تومن واسه در میاد. خلاصه بهتون میگم کاربرات بگیرید بی دردسر. انژکتور بچه‌ها اگه پول داری، اگه واقعا استفاده زیادی ازش نمی‌کنی انژکتور بگیر. ولی اگه استفاده می‌کنی، نمیدونم مسافت طولانی میری، بنزین زود تموم میشه، ازش کار میکشی، کاربرات بخر. خیلی راحت. دمتون گرم بچه. خب آقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. و اینکه خب خلاصه‌شو بگم دیگه کاربرات بهترین و به صرفه ترینه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما تو کامنت ها واسم بنویسید و حتما این ویدیو رو لایکش کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا. Start to feel like I'm dreaming, man, should have seen that look on my face. But I'm so low key, I'm an anonymous G that I left